داستان خیاط فقیری که زنش اونو پابرهنه از خونه بیرون انداخت، اما چند سال بعد با کاروانی از طلا و ابریشم برگشت. اما واکنش زنش وقتی بعد از سالها اونو با این همه شکوه دید شوکه میشید. در روزگاری نه چندان دور، در میان دیوارهای گلی و کوچه‌های خاکی روستایی دور افتاده، مردی به نام خالد زندگی می‌کرد. او خیاطی ساده، شریف و به شدت فقیر بود که تمام سرمایه‌اش در دنیا یک چرخ خیاطی دستی قدیمی، چند تکه نخ رنگ و روپرته و دستهانی پینه بسته بود. کلبه کج و معوج او هم کارگاهش بود و هم پناهگاه خانواده‌اش. سقف پوشالی کلبه در زمستانها میچکید و در تابستانها گرمای سوزان را به درون میمکید. خالد 3 فرزند کوچک داشت که چشمهای معصوم و شکمهای گرسنه آنها هر روز سنگینی بار زندگی را بر شانه‌های او بیشتر می‌کرد. او همواره تلاش می‌کرد با وجود فقر مطلق عزت نفس و کرامت خود را حفظ کند و هرگز دست نیاز به سوی کسی دراز نکند. زمستان آن سال سخت‌تر از همیشه فرا رسید. آذوقه خانه تمام شده بود و صاحب کلبه تهدید کرده بود که اگر تا چند روز آینده اجاره عقب افتاده پرداخت نشود، آنها را آواره کوچه و خیابان خواهد کرد. در همین اوضاع ناامید کننده، گشایشی ناگهانی رخ داد. یکی از تجار ثروتمند و بانفوذ روستا پارچه‌ای گرانبها و ابریشمی به خالد سپرد تا برای عروسی دخترش لباسی فاخر بدوزد. دستمزد این کار می توانست تمام بدهی‌ها را پاک کند و برای ماه‌ها شکم فرزندانش را سیر سازد. این لباس تنها تناب نجات خالد از چاه ویل فقر بود. خالد کار را شروع کرد. او به خوبی می دانست که خطایی کوچک روی این پارچه ابریشمی نابخشودنی است. 3 روز و 3 شب متوالی بدون آنکه حتی لحظه‌ای چشم بر هم بگذارد پشت چرخ خیاطی نشست. صدای تیک تیک منظم چرخ در سکوت شب‌های روستا میپیچید. تنها منبع نور او شمعی کوچک و لرزان بود که روی میز چوبی و فرسوده‌اش قرار داشت. در شب 3 سوزن‌های آخری که بر لبه‌های دامن لباس می‌نشست با تاریکی مطلق آسمان همراه شد. خستگی مفرط مانند غباری سنگین بر پلک‌های خالد نشست. بدنش از فرط ضعف می‌لرزید. او زمزمه کرد: فقط چند دقیقه چشمهایم را روی هم می‌گذارم، فقط چند دقیقه. راستی بچه‌ها، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان، خیلی برام جالبه و دوست دارم بدونم همین الان که صدای من رو میشنوید از کدوم شهر یا کشور بیننده این ویدیو هستید. حتما برام توی کامنت ها بنویسید. همشون رو میخونم و میخوام ببینم خانواده‌مون چقدر بزرگ شده و بیشتر از کجاها با هم همراه هستیم. دم همتون گرم. اما آن چند دقیقه به خواب عمیق و مرگبار تبدیل شد. در میان خواب سنگین خالد نسیمی سرد از شکاف دیوار وزید. شعله شمع لرزید و موم داغ سر خورد. شمع نیم سوخته واژگون شد و درست روی دامن ابریشمی لباس عروس افتاد. پارچه لطیف در چند ثانیه گر گرفت. خالد با بوی تند دود و حرارت آتش از خواب پرید. چشمانش از وحشت گشاد شدند. شعله‌های بیرحم خیاطخانه کوچک او را روشن کرده بودند. او با دستانی لرزان کوشید با تکه‌ای پارچه کهنه آتش را خاموش کند، اما دیگر دیر شده بود. آتش خاموش شد، اما قلب لباس ابریشمی سوخته و سیاه شده بود، درست مانند آرزوهای خالد. سر و صدای او همسرش عایشه را بیدار کرد. عایشه با دیدن خاکستر لباس عروس به جای آنکه همسر خسته و مهربانش را دیلداری دهد، فریادی از غشم و جنون کشید. او که سالها فقر روحش را فرسوده بود، شروع به سرزنش و نفرین خالد کرد. تو مایه بدبختی ما هستی، همیشه یک بازنده بودی و خواهی ماند، حالا چطور شکم بچه ها را سیر می کنی؟ صبح روز بعد فاجعه کامل شد.
تاجر ثروتمند همراه با نوکرانش برای تحویل لباس آمد. وقتی با تکه پارچه سوخته و زغال شده مواجه شد، چهرهش از غشم سرخ شد. او نه تنها 1 درهم به خالد نداد، بلکه او را به وسط کوچه کشید. جلو چشمان همسایگان و اهل روستا خالد را فریاد زد، تحقیر کرد و بدبخت و بی‌عرضه خواند. تاجر به این هم بسنده نکرد. او مالک مغازه کوچکی بود که خالد اجاره کرده بود. پس با تیپا خالد را از آنجا بیرون انداخت و وسایل ناچیزش را به خیابان ریخت. خالد تحقیر شده با دستان خالی و پاهای برهنه که در هیاهو کفشهایش را گم کرده بود به سمت کلبه‌اش به راه افتاد. اشکهایش راه خود را از میان غبار صورتش باز می کردند. وقتی به خانه رسید امیدوار آغوش خانواده پناهش باشد، اما عایشه منتظرش بود. عایشه با دیدن شوهر شکست خورده‌اش کنترل خود را از دست داد. او به سمت چرخ خیاطی قدیمی که یادگار پدر خالد بود رفت و با سنگی بزرگ آن را در هم شکست. سپس با فریاد گفت: دیگر نمیخواهم تو را در این خانه ببینم. برو و دیگر بر نگرد. و در کلبه را محکم به روی او بست. خالد در میان آفتاب سوزان ظهر با پاهای زخمی که از سنگریزه های جاده خونالود شده بود و دستان خالی در بیابان قدم گذاشت، در حالی که تنها انگیزه برای زنده ماندن نجات فرزندانش و بازپسگیری کرامت از دست رفته بود. خالد ساعتها در زیر آفتاب تلوالزای دشت قدم زد. تشنگی امانش را بریده بود و هر قدمی که با پاهای برهنه بر خاک داغ می‌گذاشت، گویی خنجری در قلبش فرو می‌رفت. با این حال ذهن او درگیر زخم‌های پایش نبود. پژواک صدای گریه فرزندانش و فریادهای تحقیرآمیز همسر و تاجر در گوشش می‌پیچید. او سرگردان راه رفت تا اینکه به روستای همسایه رسید. در حاشیه روستا مسجدی قدیمی و خلوت با دیوارهای کاهگلی قرار داشت. خالد برای فرار از سایه مرگبار آفتاب و برای راز و نیاز با معبودش به سمت حوضچه مسجد رفت. پاهایش را شست و گوشه‌ای در سایه دیوارهای خنک مسجد پناه گرفت. ناگهان چشمانش به شیء کوچکی افتاد که در میان شکاف سنگهای کنار دیوار پنهان شده بود. جلو رفت و با احتیاط آن را برداشت. کیسه‌ای چرمی و سنگین بود. وقتی بند آن را باز کرد، چشمانش از درخشش سکه‌های طلای فراوان خیره ماند. ثروتی درون کیسه بود که می‌توانست نه تنها بدهی‌هایش را بدهد، بلکه خانه‌ای بزرگ برای خانواده‌اش بخرد و عایشه را برای همیشه راضی کند. وسوسه مانند ماری در وجودش خزید. شیطان درونش نجوا کرد: این طلا حق توست. پاداش زجرهایی است که کشیده‌ای. آن را بردار و به خانه‌ات برگرد. اما خالد مردی خداترس بود. او به دستان پینه بسته‌اش نگاه کرد. دستانی که شاید فقیر بودند، اما هرگز به مال حرام آلوده نشده بودند. او با خود گفت: اگر کرامتم را بفروشم، دیگر چه چیزی برای من باقی میماند؟ تصمیمش را گرفت. او ساعتها در بازار آن روستا چرخید و سراغ کسی را گرفت که کیسه‌ای گم کرده است. سرانجام به تاجری مسن و محترمی رسید که با ناامیدی و چهره‌ای برافروخته زمین را جستجو می‌کرد. خالد جلو رفت و با صدایی آرام پرسید: آیا چیزی گم کرده اید بزرگوار؟ تاجر نشانی‌های کیسه را داد و خالد بدون ذره‌ای چشم داشت یا تقاضای مژدگانی کیسه طلا را کاملاً سالم به او بازگرداند. تاجر مسن که از صداقت، امانتداری و شجاعت این مرد پابرهنه و فقیر شگفت زده شده بود، اشک در چشمانش حلقه زد. او اصرار کرد که به خالد پاداش دهد، اما خالد تنها یک چیز خواست: کار می‌خواهم تا با عرق جبینم نان در بیاورم. تاجر که خود از دوستان نزدیک یکی از بزرگترین تجار پارچه شهر بود، نامه‌ای نوشت و خالد را به شهر روانه کرد، به کارگاه بزرگ شیخ منصور، مردی که در میان صنف خیاطان به سلطان نخها معروف بود. خالد به شهر بزرگ رفت و وارد کارگاه با شکوه شیخ منصور شد. کارگاهی عظیم که بوی عطر و ابریشم و کتان در آن پیچیده بود و 10 خیاط ماهر در آن مشغول کار بودند.
شیخ منصور، مردی با وقار و دقیق، نامه را خواند، اما بلافاصله خالد را نپذیرفت. او خواست خالد را تحت آزمونی سخت قرار دهد تا عیار واقعی او را بسنجد. شیخ منصور تکه پارچه‌ای کهنه، سوراخدار و به ظاهر غیر قابل استفاده را به خالد داد و گفت تا فردا صبح وقت داری با این تکه پارچه مهارتی به من نشان دهی که ارزش استخدام داشته باشی. خالد آن شب در گوشه کارگاه تنها ماند. او به پارچه خراب نگاه کرد. سوزنی برداشت و شروع به فکر کردن کرد. او از سوراخ‌ها و خرابی‌های پارچه استفاده کرد و با خلاقیتی بی‌نظیر طرحی از گل‌های برجسته و پنهان روی آن دوخت. او تمام شب را با دقت و ظرافتی که گویی روی حریر پادشاهان کار می‌کند بیدار ماند. صبح روز بعد وقتی شیخ منصور پارچه را دید، زبانش از تحسین بند آمد. آن تکه پارچه بی ارزش به یک اثر هنری خیره کننده تبدیل شده بود. شیخ منصور شانه خالد را فشرد و گفت: تو خیاط نیستی، تو یک هنرمندی. خالد 3 سال در کارگاه شیخ منصور ماند. او در این مدت نه تنها کار کرد، بلکه با ولع عجیبی فنون پیشرفته خیاطی، اسرار ترکیب رنگها، دوختهای پنهان سلطنتی و نحوه برخورد با پارچه‌های گرانبها را آموخت. پشتکار شبانه روزی و وفاداری او باعث شد که به دست راست شیخ منصور تبدیل شود و نامش در میان بزرگان شهر بپیچد. پس از گذشت 3 سال شاگردی و تلاش بیوقفه، زمان آن رسیده بود که خالد بالهای خود را بگشاید. با حمایت و دعای خیر شیخ منصور، او کارگاه و مغازه خیاطی مستقل خود را در قلب بازار اصلی شهر دایر کرد. خلاقیت خالد، دوختهای محکم و پنهان او و اخلاق شریفش باعث شد که به سرعت مشتریان ثروتمند و درباریان به سمت او سرازیر شوند. لباسهای طراحی شده توسط خالد به چنان شهرتی رسیدند که به تالارها و کاخهای پادشاهان و امیران راه یافتند. ثروت به سمت او سرازیر شد و او به یکی از بزرگترین تجار و به عبارتی سلطان منسوجات تبدیل شد. با وجود دستیابی به این ثروت افسانه‌ای و کاخهای مجلل، خالد هرگز گذشته خود را فراموش نکرد. او در ورودی عمارت باشکوهش در شهر ویترینی خاص ساخته بود. درون آن ویترین یک سوزن خیاطی قدیمی زنگ روفته، یک قیچی شکسته و بقایای چرخ خیاطی دستی که همسرش شکسته بود را قرار داده بود. هر روز صبح پیش از شروع کار به آنها نگاه می‌کرد تا طعم گرسنگی، بوی دود لباس سوخته و سرمای بیابان را از یاد نبرد. اما در اعماق قلب این مرد ثروتمند و موفق غمی تاریک و کهنه سنگینی می‌کرد. غمی به یاد روزی که با پای برهنه از خانه رانده شد و صدای گریه فرزندانش که او را می‌زدند. سالها گذشت. اکنون خالد مردی جا افتاده، با وقار و بی نهایت ثروتمند بود. او تصمیم گرفت به روستای زادگاهش بازگردد، اما این بار نه به عنوان یک خیاط مفلوک و فراری، بلکه با شکوه، عزت و جلال. او کاروان عظیم و بی‌نظیر راه انداخت. 10 اسب عربی اصیل بزرگ، عرابه‌های مجلل بارگیری شده از پارچه‌های ابریشمی ناب، عطرهای گران قیمت دمشق، کیسه‌های طلا و نقره و صندوق‌هایی پر از غذاهای لوکس و کمیاب کاروان او را تشکیل می‌دادند. خود خالد لباسی از بهترین ابریشم دمشق به تن داشت که تار و پود آن با نخهای طلایی دستدوز خودش تزیین شده بود و عبایی رایالت بر دوش داشت که ابهتش را چند برابر می کرد. وقتی کاروان با صدای زنگوله‌ها و اسب‌ها وارد روستا شد، گرد و غبار جاده را شکوهی بی‌نظیر پوشاند. مردم روستا که تا به حال چنین عظمتی را به چشم ندیده بودند، با دهانهای باز و مات و مبهوت در کنار جاده ایستادند. کاروان به آرامی از میان کوچه‌های آشنا گذشت و در مقابل همان کلبه قدیمی و مخروبه خالد توقف کرد. کلبه‌ای که دیوارهایش ترک کرده و در چوبیش پوسیده بود. خالد با قدم‌های استوار و باوقار از اسب پیاده شد. در کلبه باز شد و زنی سال خورده، خمیده و رنج دیده با لباسهای مندرس بیرون آمد. او عایشه بود که سالهای سختی و فقر رویش را چروکیده کرده بود. عایشه با دیدن آن مرد باشکوه و ملازمانش بدنش از ترس لرزید.
او که خالد را نشناخته بود با صدای لرزان گفت: ای سرورم، آیا راه را گم کرده اید؟ این جلوه سلطنتی در این کلبه فقیرانه چه می کند؟ خالد نگاهی عمیق به چشمهانش انداخت. با صدای رسا، عمیق و اقتدارآمیز گفت: من راه را گم نکردم عایشه. من به خانه ام بازگشتم. من همان خیاط بی ارزه و شکست خورده‌ای هستم که روزی دست خالی با قلبی شکسته و پاهای پابرهنه در میان آفتاب سوزان از این در بیرونش انداختی. عایشه با شنیدن این کلمات گویی صاعقه‌ای به بدنش برخورد کرد. به چهره خالد دقیق شد و خطوط آشنای همسرش را شناخت. شوک چنان شدید بود که زانوهایش سست شد و بر خاک کوچه افتاد. او شروع به گریستن کرد، اما این اشکها از شادی نبود، بلکه از پشیمانی و شرمندگی عمیقی بود که تمام وجودش را سوزاند. او به یاد آورد که چطور در روزهای سختی بی‌رحمانه همسرش را رانده بود. در همان لحظه از پشت کلبه 3 جوان قد بلند و برومند با لباسهای ساده اما با چهره‌هایی که اصالت و شباهت عجیبی به خالد داشتند بیرون آمدند. آنها فرزندان خالد بودند. با دیدن پدر اشک ریزان به سمت او دویدند و خود را در آغوش او انداختند. خالد با دیدن فرزندانش ابهت سلطنتی را کنار گذاشت، زانو زد و آنها را محکم در آغوش فشرد و بی اختیار گریست. او تمام آن سالهای دوری و دلتنگی را در آن آغوش گرم جبران کرد. سپس خالد به ملازمانش دستور داد تا صندوقهای طلا، غذا و لباسهای گرانبها را در میان تمام فقرا و نیازمندان روستا تقسیم کند، به گونه‌ای که هیچ کس در آن شب گرسنه نخوابد. او با وجود تمام سنگدلی‌هایی که از عایشه دیده بود، بزرگواری و بخشش نشان داد. جلو رفت، او را از روی خاک بلند کرد و گفت: من برای انتقام نیامدم. اسلام و کرامت به من آموخته که ببخشم. من برای تو و فرزندانم کاخی بزرگ در شهر ساختم و بهترین امکانات زندگی را برایت فراهم می کنم. اما هرگز فراموش نکن، همان سوزن و چرخ خیاطی شکسته‌ای که تو روزی تحقیرش کردی و شکستی، امروز این شکوه و عظمت را ساخته است. خالد ماشین خیاطی شکسته را بازسازی کرد و آن را در جعبه‌ای از جنس شیشه ضخیم و طلای ناب قرار داد تا در عمارت جدیدش یادگاری برای آیندگان باشد. او باقی عمر خود را در عزت و نیککاری سپری کرد. در روستا مدرسه‌ای بزرگ برای آموزش خیاطی و صنایع دست به کودکان یتیم و فقیر ساخت تا آنها نیز بتوانند آینده خود را ببافند. او تا پایان عمر هرگاه که در خیابانها قدم می‌زد، کفش‌هایی بسیار ساده و ارزان به پا می‌کرد تا لحظه‌ای را که روزی پا برهنه و رانده شده راه می‌رفت از یاد نبرد. مردم آن دیار تا نسل‌ها داستان او را سینه به سینه نقل می‌کردند و می‌گفتند سوزن خالد زخم‌های فقر را دوخت و صبرش کوه‌های طلا ساخت.